آمدم تا ظلم و استبداد ظالم بشکنم، فرق خونخواران دهر و جور حاکم بشکنم. الرسالة، مسیر امت واحد. انگلیس و امریکا را درس نابودی دهم. امروز سیاست تعریف میکنیم به معنای معاصرش، یعنی علمای معاصر سیاست چطور تعریف میکنه. عبدالوهاب الکیالی یک عالم است، او سیاست تعریف میکنه: السیاست فن ممارسة القیاده. سیاست یک فن است، یک علم است، ممارسة القیاده، فنی که و هنر رهبری و الحکم و حکمت و علم السلطه. میگه یک فن ممارسة القیاده و الحکم، میگه سیاست هنر رهبری و هنر حکمتداری است. هنر رهبری، تو چطور مردم رهبری بکنی. هنر حکمتداری، تو چطور حکمت بکنی. و علم السلطه او الدوله، میگه علم دانش قدرت و دانش دولت است. دانش قدرت، تو چطور قدرت را به دست بیاوری. دانش دولت، تو چطور یک دولت جور کنی، چطور مردم جمع بکنی. و اوجه العلاقه، و این امو طریقه علاقه است که تو چطور علاقه را پیدا بکنی ما بین حکمت و ما بین مردم و ما بین حکمت و ما بین دولت‌های دیگر. مثلا در داخل حکمت مردم است، ما بین ازوات تو چطور علاقه را قایم کنی. و در همجوار دولت تو دیگر دولت ها است، امرای ازوات تو چطور علاقه قایم بکنی. یعنی امی فن، امی علم، ایره دولت میگه. فن و هنر حکمتداری و دولتداری و فن و هنر علاقه ما بین افراد دولت و علاقه دولت با دیگر دولت ها، ایره میگه سیاست. میگه السیاست فن ممارسة القیاده و الحکم. سیاست هنر رهبری و هنر حکمتداری است. و علم السلطه او الدوله، یه علم سلطه، با مردم چطور قدرت حاصل کردن، و دوله چطور مردم را جمع کردن. و اوجه العلاقه بین الحاکم و المحکوم، و انواع علاقه ما بین حاکم، پاچا، امیر و المحکوم و افراد. میگه ای فن را، ای هنر را، ای علم را، ای را میگه سیاست. میگه ای تعریف سیاست شد به معنای معاصر. در این سیاست معاصر و جهت اخروی که بود، جهت معنوی که بود، اخلاقی که بود، و زیر بحث نمیشه. این پسان بخیر در نظام های سیاسی فعلی که جمهوریت است و مثلا کپیتالیزم است و کمونیسم است و تو دیگر نظام ها نظریات، یه در اوجا هنوز از این که در علاوه تر ما سر از بحث میکنیم که یا کلگی توجهشان با نظام و با معلایق ما بین مردم و دولت، ما بین دولت و دولت در این میچرخه که او صرف جهت مادی را زیر نظر میگیره و جهت معنوی کدام کاری نداره. اقسام سیاست، سیاست به چند قسم است. این خود تعریف اصطلاحی سیاست بود به نزد علما. ابن خلدون او میگه سیاست دو قسم است. یک سیاستی است که داروبندار از او وحی باشه، یعنی یک حکمتداری و رعیتداری است که دارومدار از او به وحی باشه. و یک سیاستی است که دارومدار از او به دلایل عقلی باشه، یعنی او از عقل بشری او پیدا شده باشه. ابن خلدون در مقدمه خود تاریخ ابن خلدون او میگه الفصل الثاني والخمسون، میگه فصل 52 فی ان العمران البشری لابد له من سیاست. این تمدن بشری یه بدون از سیاست چاره نداره. تمدن بشری بدون از یک سیاست، از یک نظام، این چاره نداره که قایم باشه. اگر او نظام اسلامی باشه، تمدن اسلامی باشه، اگر او تمدن غیر اسلامی باشه، حتما باید یک سیاست داشته باشه. ینتظم بها امره، حتما باید یک سیاست باشه که تمدن اموراتش به او تنظیم شود. اعلم انه قد تقدم لنا فی غیر موضع، میگه بدان که مسئله را ما پیشاپیش در بسیار موارد گفتیم. ان الاجتماع
للبشر ضروری. جامعه و یک جای سکونت و زندگی یه برای بشر ضروری حتمی است. بشری تو نمیتونه که سر کو یک نفر دو نفر زندگی بکنه یا یک خانه دو خانه زندگی بکنه. بشر حتما یک جای زندگی میکنه، حتما قریه می باشه، شهر می باشه، چند نفر یک جای زندگی میکنه، باز او یک کلان می باشه، امیر می باشه، دیگه مأمور می باشه. ان الاجتماع للبشر ضروری و هو معنى العمران الذي نتكلم فيه. میگه که بشریت کلگی یک جای زندگی میکنه، یه معنای عمران است، معنای تمدن است، معنای مدنیت است که ما میگه دو باره سخن میگه. و انه لابد له فی الاجتماع من واضع حاکم. میگه بشر که حتما یک جای زندگی میکنه، در یک جای زندگی کردن حتما یا باید یک امیر داشته باشه، یک حاکم داشته باشه. یرجعون الیه، به او رجوع. اگر امیر جامعه دو نفر جنجال بکنه به او رجوع بکنه، به تقسیم یک چیز جور نه یا به او رجوع بکنه، در دیگه مسائلی که به دیگه ظلم بکنه به مو حاکم خود رجوع بکنه. و حکمه فیهم، به می حاکم خود که رجوع میکنه. میگه آل یا حاکم جور کردن با حاکم خود رجوع کردن، این میگه دو قسم است. یکی میگه آن حاکم است که حکم ازو به شریعت به اصطلاح استناد میکنه. تو چرا از امیر اطاعت میکنی؟ الله تعالی به ما گفته یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. و حکم فیهم تارة، میگه حکم امیر یگان وقت در مردم، تارة در مردم یکون مستندا الی شرع. حکم امیر یه به اصطلاح مستند می باشه، یه منسوب میشه به یک شرع، آن شرع که اون نازل شده از جانب پروردگار. و یا تابعداری امیر چرا میکنه؟ میگه تابعداری امیر به خاطر میکنه که ایره ثواب میدانه و یوجب انقیادهم الیه ایمانهم بالثواب والعقاب. میگه یا تابعداری امیر به خاطر میکنه که تابعداری امیر ثواب میدانه، نافرمانیش عقاب میدانه. میگه یک ایتو جامعه میباشه. سلکو یه گفت که حتما یک جامعه بشری باشه، به خاطر که بشر تنها زندگی نمیکنه. بشر که در جامعه زندگی میکنه یا باید یک حاکم داشته باشه که حاکم با حاکم رجوع بکنه، مشکلات از یار حل بکنه. حاکم از چند قسم می باشه؟ دو قسم. یگان حاکم که وا اطاعت از او را ثواب میدانه، به خاطر که یا میگه که اطاعت از حکم شرعی است، مخالفت از او را عذاب میدانه، یا میگه معصیت از گناه است. یکی تو حاکم باشه. و تارتن و قسم دوم ایتو است که او حاکم اطاعت از او، نافرمانی از او یا به یک امر دنیوی راجع میکنه. اگر یه حاکم ما اطاعت بکنیم، این به ما یک خیر دنیوی میرسه، برای ما پیسه میته، به ما تنخواه میته، به ما وطن جور میکنه، سرک جور میکنه، پول جور میکنه، این میکنه. اگر ما مخالفت از او را بکنیم، باز ما را میکشه، ما را بندی میکنه، ما را تعذیب میکنه، ما را جزا میده. به یک امر شرعی اطاعت از او رجوع نمیکنه. میگه او را سیاست شرعی میگه، ای را سیاست عقلی میگه. و تارة الى سیاست عقلیه، یگان وقت یه انقیاد آنها تابعداری از یا رجزی به یک سیاست عقلی میشه. یوجب انقیادهم الیها، میگه تابعداری آنها را از یه حاکم ای را واجب میکنه. ما آن چیزی یتوقعونه من ثواب ذالک الحاکم، که یا تمنا داره از ثواب، از اجر و پاداشت خود امی حاکم، بعد معرفته بمصالحهم، بعد از اینکه یا میفهمه که پادشاه مصالح و منافع ما و شما را درک کرده، باز به ما خیر میرسانه. فالاولا یحصل نفعها فی الدنیا والآخره. و سیاست اولی که یا از حاکم خود به خاطر تابعداری میکنه که تابعداری از این ثواب داره، مخالفت از در آخرت گناه داره. میگه او سیاست که است نفعها فی الدنیا والآخره، نفع از او هم به دنیا راجع میشه هم به آخرت. و سیاست دوم که است و ثانیه انما یحصل نفعها فی الدنیا فقط، نفع از این صرف در دنیا حاصل میشه. پس از این معلوم شد که سیاست دو قسم است. یک سیاست شرعی است که او کلگی مبنایش وحی شریعت و قرآن و حدیث و نصوص فقهی و اجتهادات می باشد. و یک سیاست عقلی است، سیاست عقلی که کلگی رجزی به دلیل عقلیه میشه. در سیاست شرعی که مردم تابعداری امیر خود میکنه به خاطر که او تمنای ثواب دارن و در آخرت و در مخالفتش ترس عذاب دارن. و در سیاست شرعی کل گرجش به امر دنیوی میشه. اگر ما از امیر خود اطاعت بکنیم، اون در دنیا به ما خیر میرسه. اگر مخالفت بکنیم، به ما تاوان و تکلیف و ضرر و کشتن و بندی کردن میرسه. خب ما شما گفتیم که ما شما که تعریف نظام سیاسی اسلام میکنیم،
به لحاظ ترکیبی. یه از 3 لفظ ترکیب شده: نظام، سیاست و اسلام. تعریف نظام را، تعریف سیاست را، تعریف سیاست باز تعریف لغوی، تعریف اصطلاحی و اقسام ای را بیان کنیم. حال جزء سوم را تعریف میکنیم که او اسلام است. نظام سیاسی اسلام. اسلام هم معنای اصطلاحیش بیان میکنیم، معنای لغویش بیان میکنیم. باز در معانی اصطلاحی کدام معنا ایجا مراد است در این نام ترکیبی نظام سیاسی اسلام. اسلام باز به کدام معنا مراد است ای را بیان میکنیم. اول معنای لغوی اسلام. اسلام اصلا مصدر است از اسلم یسلم اسلاما فهو مسلم والمفعول منه مسلم والامر منه اسلم. یه در لغت به 4 معنا میاد. اول اسلام به معنای تسلیم شدن، منقاد شدن، تابعدار شدن، مثل که در این آیت شریف الله متعال می فرماید اذ قال له ربه اسلم، وقتی که پروردگار به ابراهیم علیه السلام گفت اسلم، منقاد شو، قال اسلمت لرب العالمین. ابراهیم علیه السلام گفت اسلمت، من منقاد هستم، من تابعدار هستم به رب العالمین. دوم اسلام به معنای مسلمان شدن، مثل که گفته میشه اسلم زید یعنی دخل فی الاسلام، زید مسلمان شد. در این آیت شریف به همین معنا آمده فین اسلموا، اگر یهود و نصارا و مشرکین اسلموا، اگر یا مسلمان شدن در اسلام داخل شدن، فقد اهتدوا، یقینا آنها هدایت شدن. اینجا اسلام به معنای مسلمان شدن است. سوم اسلام به معنای یک کسی را رها کردن، تسلیم کردن. مثلا اینجا یک کسی را آب میبره به تو چیخ بزنه که مرا نصرت بکو، مرا نجات بده، تو بگوی برو بخیر امو رایت شد دیگه، هیچ نصرت نکنی، این را تسلیم میگه، اسلام میگه، تو را به مصیبت تسلیم کردی. در حدیث شریف میگه المسلم اخو المسلم، مسلمان برادر مسلمان است، لا یظلمه، مسلمان بر مسلمان ظلم نمیکنه، ولا یسلمه، مسلمان را تسلیم نمیکنه، که مسلمان را بگیره به یک مصیبت تسلیم کنه، مسلمان را بگیره به کفار تسلیم بکنه. لا یسلمه چه مطلب؟ یعنی واره به دشمن، مسلمان به دشمنا، مسلمان به مصیبتا تسلیم نمیکنه. اگر به مسلمان مصیبت نازل شه دیگه مسلمان نصرتش میکنه، اگر کافرا سر مسلمان حمله بکنه دیگه مسلمانان نصرتش میکنه. المسلم اخو المسلم، مسلمان برادر مسلمان است، لا یظلمه، مسلمان به مسلمان ظلم نمیکنه، ولا یسلمه، مسلمان نمی سپاره، مسلمان نمیگذاره به مصیبت و به دشمنان. این معنای سوم شد. چهارم اسلام به معنای بیع السلام. بیع السلام این بیع کی است؟ این بیع به اعتبار ای که مبیعه حاضر است، مبیعه ثمن حاضر است، یاردو حاضر است، یاردو حاضر نیست، 4 قسم است. اگر ثمن موجود بود مبیعه موجود بود. این موبایل چند میفروشی؟ 10,000، ما پیسه را بگی موبایل بده، یعنی این را بیع مساومه میگه یا بیع مطلق میگه. اگر مبیعه موجود بود ثمن نبود، این موبایل چند میفروشی؟ 10,000. خواه مرا موبایل گرفتم، پیسه کو برو 1 ماه پسال میتونم، پیسه مؤخر بود، این را بیع مؤجل میگه. اگر پیسه فی الحال بود مبیعه مؤخر بود. برش بگوی مثلا ما برای تو 10,000 روپه میتونم، برای ما 1 خروار گندم بیار، چه وقت؟ 2 ماه پسان. این پیسه نقد شد، خو مبیعه 2 ماه پسان است، این را بیع سلام میگه. اگر اردو مؤخر بود، ما برای تو 10,000 روپه میتونم 2 ماه پسان، خواه ما باز این 2 ماه پسان برای تو 1 خروار گندم میتونم. اردو مؤخر بود، این را باز بیع مؤجل میگه. غلط شد، این را بیع کالی میگه. این در حدیث شریف از این منع آمده، نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم عن بیع کالین بکالین، بیع مؤخر بالمؤخر. کلگی 4 قسم شد، این 3 قسمش جائز است، یک قسم 4مش این منع است. بیع مساومه که ثمن و مبیعه اردو حاضر باشه، بیع مؤجل که مبیعه فی الحال باشه ثمن مؤخر باشه، بیع سلام که ثمن فی الحال باشه مبیعه مؤخر باشه، بیع سلام. و بیع کالی که اردو مؤخر باشه، نه ثمن فی الحال باشه نه مبیعه فی الحال باشه، این را بیع کالی میگه. از این نبی علیه السلام منع کرده. خاص چهارم سلام به معنای بیع السلام. اسلم یسلم اسلاما فهو مسلم، اسلم زید یعنی باع شیئا ببیع السلام. تعریف بیع السلام را ایتو میکنه، بیع العاجل بالعاجل، فروختن یک چیز العاجل که او مؤخر باشه، بالعاجل به پیسه ای که او فی الحال باشه. این معنای 4م اسلام شد. اسلام به معنای تسلیم شدن،
اسلام به معنای در اسلام داخل شدن، اسلام به معنای کسی را سپردن، کسی را نصرت نکردن، اسلام به معنای بیع سلام. این 4 معنای لغویش داره. اسلام در اصطلاح 3 معنا داره. اسلام یگان وقت به معنای عبادات ظاهری میآید، نماز خواندن، روزه گرفتن، حج رفتن، و بالمقابل ایمان ای باز عقاید باطنی را میگه. در این اعتبار که اسلام عبادات ظاهری شود و ایمان عبادات باطنی شود، باز اسلام و ایمان ما بین خود متباین هستند. دوم، یگان وقت اسلام به معنای دین مسلمان شدن کامل، به معنای اسلام کامل، یه باز ایمان را میگه. باز ایمان و اسلام هر دو یکی است. ایمان اسلام است، اسلام ایمان است. سوم، یگان وقت اسلام به معنای کلگی دین میآید، همین دین اسلام. اینجا باز اسلام عام است، ایمان خاص. یا اسلام جز است، ایمان اسلام کل است، ایمان ای باز جز است. اسلام در اصطلاح چند اطلاق داره؟ 3. اسلام به معنای عبادات ظاهری، ای باز مباین با ایمان است. ایمان به معنای عقاید میآید. اسلام به معنای تسلیم شدن کامل، ای باز مرادف ایمان است. الایمان هو الاسلام، الاسلام هو الایمان. اسلام به معنای دین اسلام، همین کلگی دین. اینجا باز اسلام عام میشه، کل میشه، ایمان ای باز جز میشه. حال اطلاقاتش ببینن. اول، اسلام به معنای عبادات ظاهری. در این آیت شریف اسلام به معنای عبادات ظاهری آمد. سرایا آمدن پیش نبی علیه السلام، مردم بادیه نشین، میگه یا رسول الله ما ایمان آوردیم. ایمان خود را به نبی علیه السلام یک احسان حساب میکردن که یعنی ما امرای تو احسان کردیم، یعنی ما ایمان آوردیم. نبی الله تعالی میگه که برای ازیا بگو شما ایمان نه آوردین، شما اسلام آوردین. ایمان هنوز به دلهای شما داخل نشده. قالت الاعراب آمنا، گفتن بادیه نشینان آمنا که ما ایمان آوردیم. قل، تو برش بگو ای نبی پروردگار، لم تؤمنو، شما ایمان نه آوردین، یعنی ایمان کامل به قلوب شما داخل نشده. ولکن قولو، شما بگوین اسلمنا، ما ظاهرا تسلیم شدیم، بس نماز و روزه و این کارهای ظاهری رو میکنیم. ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، هنوز ایمان کامل در دلهای شما داخل نشده. یعنی اینجا الله تعالی از مردم سارانشین بادیانشین اسلام را، ایمان را نفی کرد، اسلام را برشان ثابت کرد. چرا؟ و ظاهرا تسلیم بودن، خو قلبا ایمان کامل در قلوبش داخل نشده بود. یعنی اینجا از اسلام عبادات ظاهری مراد شد، از ایمان عقاید باطنی مراد شد. در دیگه حدیث شریف نبی اسلامی فرماید بنی الاسلام علی 5، اسلام به 5 چیز بنا شده است. شهادت الله اله الا الله و ان محمد رسول الله، گواهی دادن به این که و جز الله دیگر معبود نیست و محمد صلی الله علیه وسلم فرستاده اوست. و اقام الصلاة، نماز قائم برپا داشتن. و ایتاء الزکات، زکات دادن. و صوم رمضان، روزه رمضان. و حج البیت، زیارت بیت الله. اسلام به 5 بنا شده و این 5 بنا کل عبادات ظاهری است. نماز خواندن عبادت ظاهری، زکات دادن عبادت ظاهری، حج رفتن، شهادت گفتن، این یک عبادت ظاهری است. یعنی تو به زبان شهادت میگی. از این حدیث هم معلوم میشه که اسلامی اعمال ظاهری را میگه. در یک دیگه حدیث شریف نبی اسلام تصریح میکنه الاسلام علانیه والایمان فی القلب. میگه اسلام علانیه است، ظاهر است، نمایان است. ایمان در کجاست؟ این در قلب است. در یک دیگه حدیث که او حدیث جبریل میگه، به خاطر حدیث جبریل میگه جبریل علیه السلام به صورت یک بشر آمد، از نبی علیه السلام پرسش کرد. پرسش اولشی بود اخبرنی، مرا خبر بده عن الاسلام، به اسلام. نبی اسلام برش گفت الاسلام ان تشهد الله اله الا الله و ان محمد رسول الله و تقیم الصلاه. اسلام این است که تو گواهی بگویی که به جز الله دیگه معبود نیست، محمد فرستاده اوست، و تقیم الصلاه، نماز را برپا داری، و تؤتی الزکات، زکات را ادا کنی، و تصوم رمضان، روزه را بگیری، و تحج البیت، بیت الله را زیارت بکنی، حج بکنی، ان استطاعت الیه سبیلا، اگر تو به او توان و طاقت را داشتی. این 5 سخن اسلام شد، کل عبادات ظاهری است. باز برش گفت فاخبرنی عن الایمان، مرا خبر بده از ایمان. قال، نبی اسلام برش فرمود ایمان این است ان تؤمن بالله و ملائکته، تو ایمان بیاوری به الله، به ملائکه الله، و کتبه، به کتب الله، و رسوله، به انبیاء الله، و الیوم الاخر، به روز آخرت. و تؤمن بالقدر، تو ایمان بیاوری به تقدیر، خیره، اگر فیصله خیر تقدیر بود،
و شره اگه فیصله شر تقدیر بود یعنی ایمان شد. یعنی در این حدیث هم اسلام عبادات ظاهری اطلاق شد و ایمان به عبادات قلبی که کلگی به عقیده تعلق داره. این اطلاق اول اسلام شد. اسلام به معنای عبادات ظاهری، ایمان به معنای عبادات قلبی. دوم، اسلام به معنای تسلیم کامل که تو کاملا مسلمان شوی. اینجا باز اسلام و ایمان مترادف میشه. باز هر مسلمان مؤمن است، هر مؤمن مسلمان است. باز اسلام ایمان است، ایمان اسلام است. در این آیت ذکر شده و اخرجهم من کان فیها من المؤمنین. الله تعالی قصه لوط علیه السلام را بیان میکنه. با قوم لوط که عذاب آمد، لوط علیه السلام و خانه ازو، اهل ازو، فامیل ازو و کسایی که امرای ازو ایمان آورده بودند او را الله نجات داد. فاخرجنا من کان فیها من المؤمنین. ما کشیدیم از شهر من کان فیها، کسی که در شهر بود، من المؤمنین، از زمره از جمله مؤمنین. فما وجدنا فیها، ما نیافتیم در قریه صدوم غیر بیت من المؤمنین من المسلمین، غیر از یک خانه از مسلمان ها. شما ببینید الله میگه ما از این قریه صدوم کشیدیم کسی که دایی بود از جمله مؤمنان و ما در این شهر غیر از یک خانه دیگه مسلمان ها را نیافتیم. اما یک خانه، یک فامیل که فامیل لوط علیه السلام بود، او را مؤمنین هم گفت، اما را پس مسلمین هم گفت. از این معلوم شد که ایمان و اسلام یکی است. چرا؟ لوط علیه السلام و فامیل ازو یا کاملا در اسلام داخل بودند، پس یا مؤمن هم شدند. از اینجا معلوم میشه که کسی کاملا در اسلام داخل شود به اصطلاح به تمام معنا بازو هم مؤمن است و هم مسلمان است. پس اسلام کامل و ایمان این باز مترادف هستند. خواه در دیگه حدیث شریف نبی علیه السلام ما شما گفتیم که امی امور ظاهره، این خود حدیث سابق اسلام شد. اخبرنی عن الاسلام قال الاسلام ان تشهد الله اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتحج البيت. این عبادات ظاهری را نبی اسلام گفت. دیگه جای در یک دیگه حدیث که او را حدیث وفد عبدالقیس میگن، امی عبادات ظاهری را نبی علیه السلام ایمان گفته. نبی اسلام به وفد عبدالقیس گفت هل تدرون ما الایمان بالله، شما میدانین ایمان بالله چی را میگه؟ و گفت الله و رسوله اعلم، الله و فرستاده او بسیار خوب میدانند. نبی اسلام گفت ایمان چی است؟ شهادت ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله و اقام الصلاه و ایتاء الزکات و صوم رمضان. این امی عبادات ظاهره را نبی علیه السلام ایجا ایمان گفته و در احادیث قبلی این اسلام گفته بود. معلوم شد که اسلام کامل و ایمان این باز مترادف هستند. میگه شما میدانین که ایمان چی است؟ و گفتن الله و رسول الله بسیار خوب میدانه. نبی اسلام فرمود ایمان این است تو گواهی بگویی الله اله الا الله و ان محمد رسول الله و اقام الصلاه، نماز برپا داشتن، و ایتاء الزکات، زکات ادا کردن، و صوم رمضان، روزه رمضان، و ان تؤدوا و این که شما ادا کنین خمسا 5 را من المغنم از غنیمت. یعنی اگر امرای مشرکین جهاد کردن و از وا غنیمت گرفتن 5 شب نبی علیه السلام میتن، امی 4 و باز ما بین مجاهدین تقسیم میشه. 5 از نبی علیه السلام و امی 4 حصه در 5 حصه ای باز به مجاهدین تقسیم میشه. سوم، اسلام به معنای دین اسلام که اسلام عبارت شود از دین اسلام. اینجا باز اسلام کل میشه، اسلام عام میشه و دین ای باز خاص میشه. ای باز در اسلام یک جز میشه. غلط شد که اسلام به معنای دین شود، اینجا باز اسلام کل میشه و ایمان عقاید به اصطلاح عقاید باطنی ای باز یک جز میشه. اسلام به معنای دین اسلام در این آیات ذکر شده. الیوم اکملت لکم دینکم، امروز من دین شما را برای شما کامل کردم. در حجة الوداع نازل شده، در حج آخری نبی علیه السلام. و اتممت علیکم نعمتی، و ما پورا کردم بر شما نعمت خود را. و رضیت لکم الاسلام، ما برای شما خوش کردم اسلام را دینا به حیث دین. این ایجا مراد از اسلام کلگی دین شد. در دیگه جای الله می فرماید و من یبتغی غیر الاسلام دینا، کسی که غیر از اسلام دیگه دین را طلب بکنه، یهودیت را، نصرانیت را، بت پرستی را، فلن یقبل منه، این دین هرگز از او قبول نمیشه. و هو فی الاخرة من الخاسرین، این در روز آخرت از جمله زیانکارا می باشه. و من یبتغی غیر الاسلام دینا،
غیر از اسلام دیگه دین را طلب بکنه. اینجا اسلام عبارت از کل دین شد. دیگه جای پروردگار می فرماید ان الدین عند الله الاسلام، یقینا دین مختار، دین مرضی و به نزد پروردگار و دین اسلام است. اینجا اطلاق اسلام به کل دین شده. اسلام که به معنای ثالث شود، یعنی اسلام عبارت از کل دین شود. باز تعریف از این چطور میکنیم؟ تعریف از این در علامه طحاوی کرده و کشاف الاصطلاحات الفنون این را نقل کرده. میگه دین به ایمان، اسلام به ایمان که اسلام به معنای تمام دین شود. هو وضع الهی، این یک نظام الهی است. اسلام به معنای دین. سائق لذوی العقول، این روان کننده از صاحبان خرد را به اختیارهم و اختیار و رغبت آنها الى الصلاح فی الحال، به صلاح به خیر فی الحال در دنیا و الفلاح و با کامیابی فی المعال در عاقبت. دین اسلام به معنای سوم که اسلام به معنای دین شود. این باز چطور تعریف شده؟ هو وضع الهی، این یک قانون الهی است. سائقون، روان کننده است، روان میکنه. لذوی العقول، اصحاب عقل و خرد را به اختیارهم، یا را روان میکنه به اختیار و به رغبت خودشان. الى الصلاح فی الحال، به صلاح و کامیابی فی الحال در دنیا و الفلاح فی المعال، و یا را روان میکنه به کامیابی فی المعال در آخرت. ما که میگیم نظام سیاسی اسلام، اینجا اسلام به معنای عبادات ظاهری نیست. اینجا اسلام به معنای ایمان نیست. اینجا اسلام به معنای دین اسلام است. نظام سیاسی دین اسلام. این معنای تعریف نظام سیاسی اسلام شد به اعتبار ترکیبی.